یک پیرمرد جذاب، دوست داشتنی، لاکچری، خوشگل، آقا صفتر که معروف به آقا آرش هستن. بفرمایید تشریفش کنید. خیلی خوش آمدید. سلام. کجا داری میری؟ سلام علیکم. خوش اومدید شما. نور سرنه میگم بزن. اشتو ترکون یه نامسا خانم بزن یک بار بیاد بعد بتر کنی. از نظر من مردی که شونه‌هاش بوز داشته باشه کنسله. اینجا تو باید چی ترکوندی؟ از نظر من خانومه که باید پوز باشه کنسله. فهمیدی؟ شما چرا ترکونده؟ ایشون کمرشون خیلی لابلاست. من واقعا لابلاییم. لکن به خود درست چیه جوری؟ بکن شیرموز زنده بیا. برو شیرموز زنده بیا. برو سیبیلایش دون کجا اکسالی چی بوده؟ کبرا ماسک تو بده پایین. اسمش پانتایه میگم بیاد. خب کی ما گفت کنسلا؟ الان چرا ترک کردی خب؟ بذارید به نظر من ایشون بیکرا صحبت میکنن. تو گذاشتی که ما با کلاس صحبت کنو. یه منبع دید داره زیر تا زیر بزنه. اگه ما خیلی زیر تا زیر بزنی من بزنم. شما نکن بهش فرصت بدید تا بتونه خودش معرفی کنه. شاید خوشتون اومد. اصلا الان بسیار شدن. من خب ما رو ترکونیم دیگه. اینو من از اول راست میبودم. به پلاس سرم که ترکونی. ببخشید اشکال ندارم. بگذارید بریم سوالا رو بپرسیم. شما درباره مرد ادارتون چجوری میخواد باشه؟ من رو دیت اولم خیلی حساسم. من اتفاقا رو دیت اولم حساسم. من همه دیت اول نکنیم. من تا زندگی رو دیتم. من خیلی دیت بزنم. آقا جان خب سوالاتون بپرسیم. سوال بعدی ایشون بگی از مشخصاتون بهمون بگن. از مشخصاتون بگین؟ مشخصات؟ بله. نگاه در شهرشالیه فرمونش چیزه بگو چی میگم؟ چی بگم بیاد؟ هیدرولیکه چراغاش تو بالا پایین شاسی شکم خورده. اون مباری بونگا دندش دوست. آقا چی داری میگین اینجا؟ پیکانو داره معامله بون. خب پیرمیش تو بتر کنی از خودت هم بتر کن. از اینجا گرجا میتونم بتر کنی کت دما. خوش میکروفون نظر من ایشون خصوصیات خاصی ندارن. تو گذاشتی من خصوصیات من شما دو لعنتی. بگذاریم سوال بعدیتون بپرسیم. خصوصیات خاصی چی؟ ورژن مگه نباید بعد بهش منتقل کنم. آقا چه کاره؟ آقا جان یکم مراعات کن. میشه بپرسید شغلشون چیه؟ شغل چیه؟ ما نمایشگاه دارم. نمایشگاه چی داری؟ نمایشگاه گوسفند. برچه بخنده نه میشه 20 میلیون قیمت چه؟ خیرات تو با چی ترکوندی؟ شما چرا ترکوندی الان؟ درآمدشون بپرسید چه قدره؟ درآمد مثل 50 میلیون. خب الان چرا؟ تو بسا تو خیلی مثل بگم من تو بسا الان چی کردم تو به چی مثل الان به چی ترکوندی؟ خیلی نزدیک شدی. بسا من دل مثلا بالاتونی هم بگیش این ضربه آخر مونده بود. چیکار تو رو چیکار کنم؟ همه تاثیر تو دیردی هم تو اگه دیر نزنی دیر نمیدونه با ما برخون شو برچی بخی او رو بگی بشین بادم بزنی. اصلا تو در حدی میریستی من در حد تو نیستم.
بچه نبینید واقعا دخ کماری ما بگم سر تامینات یا نمید ام نمسی نمایش عوض شد زن زندگی که بگن اینه با این که ایشون رو زدید بازم نو این رو فهمی چی دیدی؟ زن بدید یک من از مردم رجل خوشم میاد دوست دارم باید هم خوشت بیاد یک خر نشم عروض مزدم چی میگی تو؟ من بر چیز خشنیم یک چیز عوضیم یک چیز بیشوریم دل رو بر تو مزوزه که من بدید من در رو شما رو لطفا ایشون نگفتن مایانه درآمد چه نداره مایه پولی چه نداره مایانه 150 میلیون گفتم بگم 150 میلیون دلار یا پوند های؟ ریال دیگه میلیون اوشو ترکوندی 15 میلیون کی زندگی میکنه آخه تو باید قیافت سرجم 5 میلیون سرجم میشی دیگه من بلا سر مگه غر نکنه عزیزم ازشون بپرسید پدرهای تفریحش چیه؟ پدرها تفریح چجوریه؟ پدر تفریحی که تا دلت بخم این سرعت هستم تو رو که خودت مبارم پشت گمرک تو رو مبارم پشت گمرک یک چای گرگ از اون بوتا بکنی عشقو تو رو مبارم جنگل البته جنگل ندارم این سرعت البته تو رو مبارم مین زمین ها سبست جنگ کنی البته نه بریم تو سبستا با هم دیگر چی بخور ساندویچ بکنی تو رو مبارم دریاچه یک دریاچه سرخ داره همه قلاب داره همه قلاب شما بلدی خیلی داره تو رو جاده مبارم یک جا داره گردن سرخشان من گردن گمبزی تو رو برام اونجا سمارو جمع کنی بدبخت گوالت از اونها جمع میریم با هم دیگه از او برگیری میره فقط توشکاره از او برگیری فقط میگی رالی دکاره داری میگی یک دیپیجور یک کامیون میاد کامیون میبینی رد میبینی پیچ قید کشه چیزی پیچ او چالوس در مقابل چالوس هم میاد من هیجانی دوست دارم چی دوست داری؟ هیجانی دوست دارم چی موده؟ میگه هیجانی دوست دارم انقدر اونجا